اولی میدونید که عزیز شما حامله‌دار است. عزیزم کلی چی گپ شد؟ چه شد آخه با رحیم؟ حیات ما بسوزونم. چی شد آخه؟ من هیچی نمیفهمم. چی گپ شد؟ عاقبت زندگی خودت را فکر کن. عاقبت زندگی خودت با همراه شوهرت میمونی. تو فکر میکنی که من به خانه پدرم آیم، در خانه پدرم زندگی خوب میشود؟ نه 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 دختر جان. وقتی که مادرت زنده بود میشد، لیکن حاضر که مادرت نیست، به مادر تو در این خانه زندگی کردن نمیتوانی. گلی رحیم پروداکشن. چی باشد؟ حاضی آمدم. رحیم جان سلام علیکم بچه جان. خیس مرا ببخش. خیس جان بخش. بیا کلین جان بیا خوش آمدی. بیا صدقه قدمات رو خوش آمدی. خانه خودتانی خوش آمدی. نمیردم. خوش آمده. سازه خوبه چه؟ سلامتی و خوب. همه خوش آمده. بچه جان باز یک بار دیگه ما رو ببخشی. من شما را به عقلی کرده در جوانی شما را پرت و رفتم. ما رو ببخش بچه جان. ما کمودی خودمون فهمیدیم. شما بخشی میکنیم. هیچ گفت دیگه شما را ترک نمیکنیم. تا جان در بدن داریم همراه انم همسر نازنینم در خدمت شما میشیم. باز بخشش که در عین جوانی یک خطایی کردم بچه جان. ما را ببخشید. ما به دعای شما در این دنیا پیدم بچه جان. براستی؟ بله بچه جان براستی. تبر تیز هزمو تیار حولی ها رفتیم کنی؟ ایم شوخی نموندی بچه جان. در خونتون شده من همه خانه خودتون من دبایی بوس شما صدقه خدماتون صدقه من بدون
بیو گستگی برید نابیدایی مکنی اوچا جون از خاطرم بار اومد همراه جوروش لگر یک هفته اینا رویش کردگیم لگرش بود چید معلمش میگیره با خونه رو میاره جون شما تشویش نکشین میلش هزی جانی بی بیا گرفته بیا کی نه. باور بکی دیگه من از که تا خواهد کار نمیتونم رفتیم زنش خدا بشکر هزاران بار شکریه همین روزای نازم نصیبی ما میشده صدقه رحیم جانی میورا روزت میکی اوچا جون اوچا جون یا بانکه دا آبی خنک و یک چای خنک بیرون چه جون بچه کس بیدی کاری کشلوخ آدم اشتیاش هوی میکنه آفرین خندو تزن آتای نیست؟ حالا بای زنک جون بگم کاری دیگه دیگر این کارو باری دیها بخچای با خدمتی مادر جون کردن بخچای زنک بیا چه اومدی آفرین یا بچه جانت نگفتی را اینجا صد آفرین آفرین یا بچه جانت نگفتی بیا چه جون مخدوم ریزم اکو آفرین یا بچه جانت شما نگفتی نمیگی؟ نه دیدی بیا حزمت مایده که چای ما میخوام ای چه صد آفرین شما لی هر یک فرزند یک کمبودی میکنه خطاگی میکنه ما باز از شما بخشش میپرسیم که سری وقت کمبودی ما فهمیدیم چه جون کیا ما یاد گفته کو حولی رو بیه هر روز فکرشون در شما بود که کی پیش اوچا میریم کی پیش اوچا میریم خیلی واقعیه که داری بیان شید اوچا جون سان کردی را اینجا که نقص کردی براری کار انجام براری کار مانده نباشی را اینجا سری زلفی تو نشد سری زلفی دیگره از شنومه دنومه ای زنک به حق خسنش زنک جان دویده اومد که امروزش در خیلی کار کرده با خمودش پگاه ما همین را میکنم میدارم تمام بعد همون کبگاه را دوم بوده که ایسر چیرشان موندگه امروز اوشان خود مرادید بفکرم تو بیزر عیادش کنم اومد مایلش مایلش زنک دادای مونیس حالا بای زنک کدام اومدم با فکرم یا برو میبینید حاجی تو کارا کردم گی ابه تکه که گشنگی دام بودیم زنک حاجی السلام علیکم سلام شما در یک لحظه ممکن مانده مرحبا اکای رحیم شما بله من کنجی است تنجی من دوگانه عزیزه شما اینجا چی خیلی افتین گوینده یا بنده برای چی اومدین شما همراه عزیزه دیگه رفت آمد ندارید تنجی شما که من همراه عزیزه رفت اومد نکردیسم برای هوای ها برای چی بین شما و عزیزه دیگر یگان گپ خبر نیست گوش کن نه میانه روی که نه در زندگی ما دخالت که من میدونم که عزیزه چی خیلی آدمای التماس روی نه پای کار خطون شین مایلش خواهی آزی ایستا چی باز ایستید ایاتون برمد کارهای کردتون با همراه عزیزه شب نشینی کردید ماینوشی کردید فراموش کردید فراموش کردید چی تو عقل تا خورده خیلی گم میزنی
ман ақламро нахӯрдам. Ҳақиқати гапро гуфтестам. ту чӣ хелиш bod мекунӣ ҳақиқати корияй? ман ҳамашро барои доказат кардани шумо, барое ки маро тӯҳмат накунед. мо ба ин дараҷаи бада набуд. майли инаш, олӣ медонед ки азизат шумо ҳомиладор аст. کلی چی گپ شد؟ барои доказат кардани шумо, барое ки маро тӯҳмат накунед. аз куҷо ёфтед инро? ҳамаш дар телефони ман сабт кардааст. ё ҳамроҳи азиза зиндагӣ мекунед, ё ин азизаро нигоҳубин мекунед, ё барои азиза хона мехаред, ё ман зиндагии шуморо клед мекунам. ман рафтам. کلی چی گپ شد رحیم؟ کلی چی گپ شد خودت با دست گیر؟ کلی منو گوش کن کلی رحیم چی گپ شد؟ رحیم بازم باز آخر گفتم همش نشد، همش شد. تو بازم این کردی باز. نمیتوانم، نه دیگر نمیتوانم. رحیم با چی گپ شد آخه؟ زنگ جان چه شد آخه با رحیم؟ حیات ما بسوزونم. چی شد آخه؟ من هیچی نمیفهمم چی گپ شد؟ رحیم جان جونیور چی شد؟ فهم من نترسون آخه چی گپ شد؟ خیز جون خیز بچه با خودتا با دست گیر خیز آخه چی گپ شد؟ رحیم این توبت این کارا کردگی نیست. چیکار کردی آخه تو چیکار کردی؟ فهم من آخه زنت کار کرده سنگاشو گرفته خیز کریمه زنت این همه چی گپ شد آخه یک از گپ زنت چی گپ شد؟ چی شد که یک روز در زندگی خوش داری یکی از آرز کچ زیبا زندگی مزار کردی رحیم کی؟ دختر جان چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ شد تمام شد دختر جان شد بیا شد دختر جان چی شد؟ کی تو را خفا کرد؟ چه توقعت کردن نشد؟ نه من فقط شما گوش میکردم نصیحتش ما گوش میکردم لیکن دیگر نمیتوانم دیگر طاقت ندارم خیلی آخی من رفتم زندگیتون خوب بود داماد رو خرید میکردید فقط برای من یگان کمبودی نبود بگم در زندگی او برای چی قدر گریه میکنی تو؟ گفت چی شد آخی؟ چی کار شد؟ نمیتوانم نمیشه دیگر چه نمیشه او گفت چی؟ داماد غم داده شده است داماد یک کسی دیگر رو دوست میدارد دادا جان
حالا گپ در کجا دختر جون در زندگی همه چی میشود میگذارم این دوستداری حقیقی نیست دوستداری حقیقی فقط برای تو است تو در زندگیش وجود داری کسی دیگر وجود ندارد این را نقد کن تو فکر میکنی که ما نکردیم ما در زندگی نکردیم نگذاشتیم همه ما از زندگی کرده گذاشتیم نه که اصلی زندگی همراه زن است زنی که دوستش میداری در حقیقت باور کن دختر جان این دوستداری حقیقی نیست دوستداری حقیقی فقط همراه تو است همراه تو میموند مرا نغز گوش کن از تو فرزند دارد داغیر دادگیمش ما نمیفهمید دختر جان وای هیچ وقت فرزند خودش رو پرتوفته نمیرود باز میگویم همراه تو میموند و خواهد ماند این در سر هر یک انسان است در سر هر یک عائله است هر یک عائله به همین کار گرفتار است لیکن زندگی اساسی زنی که همراهش یا حیات هستی همراهی همون است فهمیدی؟ هیچ وقت فکری بد نکن دختر جان هیچ وقت خانه جدایی خود را فکر نکن عاقبت زندگی خودت را فکر کن عاقبت زندگی خودت با همراه شوهرت میمونی تو فکر میکنی که من به خانه پدرم آیم در خانه پدرم زندگی خوب میشود نه دختر جان وقتی که مادرت زنده بود میشد لیکن حاضر که مادرت نیست به مادر تو در این خانه زندگی کردن نمیتوانی تو خیال میکنی که در این خانه این کلمه رو تو روز میدیم هیچ وقت زندگیت بود یک برای بخش شده رفتن بگیرد زندگی را قبر شوهرات را قبر هیچ وقت او از تو قهر کرده نمیره میماند برای که فرزند دارد فرزند پیشی روحش را میگیرد و فقط او تو را دوست میدارد او دوستداری حقیقی نیست همه این دوستداری رو یکی است همش میگذارد دختر جان نفس در یاد گیر بعدی سری من وقتی که تو به خانه من میایی در این خانه سگ قدر دارد و تو قدر نمیکنی فهمیدی؟ هیچ وقت احترام نسبت تو نمیکنن زندگیت یک بار همراه اون کودکت بد شده میرود هیچ وقت فکر جدا شدن را نکن در یادت هم نیار قبل شوهرت را شوهرت بچه خوب است انشالله زندگی شما خوب میشود من باوری دارم حاضر من انشالله نصیب شوهرت رو نصیحت میکنم هیچ وقت با راهی بد نخواهد رفت فقط آرام باش دختر جان بسیار فکری بد نکن گفتگی برای مونیست در کجاست؟ این نیست دادا جون لاگیر بوده بودیم هفته گذاشته در لاگیر است؟ لاگیر خوب است؟ خوب است رفته خبر گیریم که؟ درست پس باید رفته گیرم رفته گیر دختر جان در خانه ما میلش فکر بد نکن گریه نکن در پیش ینگویت هیچ وقت گریه نکن عشق نریزان میلش دادا جون هرچی که شما گفت عشق نریزان هیچ وقت در خانه من پگاه خودم تو را گرفته میبرم همه شما تینج میکنم میلش دختر جان هیچ وقت زیخ نشم تو فرزندی من هستی تو خونی من هستی لیکن من هیچ وقت نمیخواهم که عشقی تو رو در چشمانت بینم میلش دختر جان خداوند نگهبانت باشد هیچ وقت زیخ نشم